جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنوره. آیا میدونید با کدام عمل اکثر مردمان به سبب آن داخل جنت میگردند؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیده شد که کدام عمل بسیارتر به سبب آن مردمان داخل جنت میگردند؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تقوی الله و حسن الخلق، با تقوا بودن و اخلاق خوب داشتن. برادران و خواهران عزیز، اخلاق خوب داشتن یکی از عملهای بزرگ است که صاحبش به سبب آن داخل جنت میگردد و یکی از وسیله های نزدیک شدن در روز قیامت بر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. چگونه که در حدیث شریف آمده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند ان من احبکم الی و اقربکم منی مجلسا یوم القیامه احاسنکم اخلاقا. هر آینه از همه دوست داشته ترین شما به سوی من در دنیا و نزدیکترین شما به همنشینی من روز قیامت خوش اخلاق ترین شمایند. اخلاق خوب داشتن در رفتار و گفتار می باشد. انسان هر وقت که می خواهد سخن کند اول باید خوب اندیشه کند، بعد سخن گوید و اگر سخنی خوب نباشد بهترش خاموش ایستد. برای همین رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. هر کی به الله و روز قیامت ایمان آورده است باید که سخنی نیک گوید یا خاموش ماند. و هنگام سخن گفتن باید آوازهایمان را بلند نکنیم، چگونه که در سوره لقمان آمده است که حضرت لقمان پسرش را نصیحت کرده می گفت واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. و آواز خود را فرود آر، یعنی پس کن، براستی که بدترین آوازها آواز خران باشد، یعنی خران آوازهایشان را بلند می کنند. اما انسان باید آرامانه سخن گوید. هر وقتا که ما و شما سخن میگوییم به یاد آوریم که فرشتگان کردار نویس هر کلمه و هر سخنی ما را می نویسند. چگونه که خداوند می فرماید ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. آدمیزاد هیچ سخنی به زبان نمی آورد مگر در نزد اون نگهبان آماده است که آن را می نویسد. برای همین مسلمان هر وقتا که می خواهد سخن گوید باید بهترین کلمه ها را انتخاب کند بعد سخن گوید. الله سبحانه و تعالی می فرماید وقل لعبادی یقولوا التي هی احسن. بگو ای محمد بندگان مرا بگویند کلمه ای را که آن بهتر است. برادران عزیز، خواهران مهربان، میدونید برای چی بهترین کلمه ها را انتخاب باید کرد؟ چون که ان الشیطان ینزغ بینهم، البته شیطان نزاع می اندازد در میان مردمان. کینه و عداوت و بدبینی از همین جا پیدا می شود، چون که بسیاری مردمان پیش از سخن کردن اندیشه نمی کنند. دل چندین مسلمان ها را می رنجانند و بعد از آن می گویند که من شوخی کردم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده. مسلمان آن است که مسلمانان از زبان و دست وی سلامت باشند. و همچنین فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم فرمود ان العبد لا يتكلم بكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. گاهی بنده خدا سخن بر زبان میراند که در معنی آن اندیشه نمی کند، آنگاه به سبب آن به آتش دوزخ دورتر از آن که بین شرق و غرب است میلغزد. خداوند ما و شما را نگاه دارد. بعضی پدر و مادر فرزند خردسال خود را هنگامی که به حرف زدن شروع میکند اولین چیزی که او را یاد میدهند دشنام دادن است، در حالی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی. مسلمان بسیار عیبجون نیست و او نه بسیار لعنت کننده است و نه ناسزاگوی. سخن خود را به حدیث معاذ پسر جبل رضی الله عنه به پایان میرسانم که در آخر حدیث این چنین ذکر شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم زبانش را به دست گرفت گفت این را نگه دار. حضرت معاذ رضی الله عنه گفت ای پیغمبر خدا آیا ما از آن چی میگوییم باز پرسیده میشویم؟
پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت ثکلتک امک یا معاذ و هل یکب الناس فی النار الا حصائد السنتهم. مادرت به فرزند شود ای معاذ، نمیدونی که مردمان بر بینیهایشان سرازیر بر آتش نمی اندازند مگر دروی زبانهایشان، یعنی که در دنیا با غیبت و تهمت و یاوه‌گویی مشغول بودند. برادران و خواهران مهربان، باید زبانهایمان را نگه داریم و سخن حضرت عمر رضی الله عنه را دائما به یاد آوریم که می گفت حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. خشتن را، خود را در کردن کردار نیک و بد محاسبه کنید، یعنی حساب و کتاب کنید خودتان را پیش از آنکه که محاسبه کرده شوید. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى